سلام، چطوری رفقا؟ خوش اومدید به چنل زکسا. امروز گیم پلی بازی استرندد دیپو داریم. اومدیم با علی رفیقم پلی بدیم. خوشحال میشم اگه از گاییدم. ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، حتما سابسکرایب فراموشتون نشه، کامنت هم اگه دوست داشتید بذارید. بریم سراغ ویدیو. باش قهوه من دوستی باشم بگم گاییدم آره نشد نهداشت داریم کیرفنی میخوریم داشت داریم شروع بزنیم. ای بابا ای بابا چمدون چرا رو هواست؟ برم بگیرمش بود میشه. چرا فقط ما دوتا توشیم؟ کام شخصی بوده، فقط ما رو اسکورت فرست می‌کرد. کلاس بوده آخه فرست کلاس انقدر کسچر نیست. اوه پشما بیا بیا بیا. با چی دستتو میگیری؟ آه ددم وای پسره داره تو مترو دختره رو میماله. خب بریم اونو باید لوتش کنیم فکر کنم. واو، تنهایی فکر کردی؟ آره حواست باشه میری تو گیر نیافتی یا سنگ میفته. آره میتونیم شکار رو بکنیم ولی فعلا چیزی نداریم. من میگم قایقا فعلا قایق کشتی فعلا ول کن بریم داخل. نظر چیه؟ مادرگوز. من یه ذره مردم. نظر شما چیه؟ چرا؟ چیه دیگه دستم؟ خب ما اول وسایل سنگ برمیداریم اینجا. با یه دونه سنگ کارمون را میفته. آره دقیقا. ای با چی وای، این میساختیم؟ نگزه ما رو بدبخت بشیم. یزید یه تیرو لیدی لپاکونه کسی میده بیده. با چی میساختش؟ اوکی با سی بود. حقیقت یادم نیست. با سی بود بسی. خب این خرچنگه رو اول بزن. هرچنگ مادر کوسه یکی خورد کشتمش. بله بازگشت مال منه بازگشت داداش بیا بیا من یه درخت ذره درخت چوب، این چوب نازوکا بزنم. بردار یه سری یادم بوته بعد میکندم. اوه گلابی انگلیسی داره میتره کنه. خب این الان ما بوتا نیاز بود داریم به کندم چی؟ من. فعلا یه دونه برای شب آتیش میخوایم که من دارم. آخ نایفمو انداختم. ببین من از این چیزا دارم. پالفران جمع کن با یه دونه تناب. تنابم تناب با ساختنش چجوری 4 بود؟ تا فیبروس دارم من لیوز. دارم من تنابو میسازم الان. ای ددم وای یه فیبروس چند تا تناب مطمئنی میخوایم. داری؟ آره یه نه دونه تناب مطمئن ساختم. نیستی دقیقا. چرا الان تناب دستمه. کجایی تو؟ یه وسط جزیره هم. مرسی که گفتی وسط جزیره ای. من رو یه دونه سنگ هست دارم رو اونجا. آها اینا الان من تناب ساختم. دیگه چی میخوایم جز تناب؟ جز دست تو باشه. تناب تناب انداختم اینجا بیا بردار. 4 تا دونه پالفران. اینو تا بزنیم پیر میشیم. اشکال نداره ما میدیم تو این جزیره ها کیر نشیم. اوه. حالا دوباره پالمشو بزن. پالمشو بزنی. اوکی کنم یه نایف بهتری باید شب داشته شد. باشه. ببین همه شو پرچم چیه؟ برمیدارم الان. بردار. کجا رفت اصلا؟ فعلا نایف تو انداختی بردار. نایفم کو. بیا حالا پالمو بردار. پالفران رو بردار.
الان من تو برو میتونم بساز. چادرمونو بزنم. همون ساحل همون بغلشی. آره روی اوکی، دریا هم میزنم عشق کنی. ویو ابدی. الان این چجوری اینجا جا میشیم ما فقط؟ الان اسلیفه دیگه، مثلا شبا میخوایم صبح کنیم میریم توی. میتونیم. آره من ای بزنم چه اتفاقی میفته؟ میخوابم. تا خب من آیا نیام میخوای فکر نکنم بخوابی؟ بتونی شب و روز کنی. چرا میتونم اسکیپ میتونم بکنم، سیو هم میتونم بکنم. اوه میتونیم سیو کنیم بازیو. ایوه تناب میتونی درست کنی؟ تناب دوتا داری؟ بعد نه دیگه ندارم، بعد بریم یکی دیگه. تنها برای چی کاری؟ تناب برای ساخت نایف بزرگ. فیبروس لیو آها میخوایم. لیو. اوکی. ببین همچین بوته ای بود، من دیگه ندیدم مثلش آخه جایی. میتونیم خیلی چیزا باش بسازیم الان. بعدن که قرمزم SPF هم صفر. اوه منم به خاطر گرما بیا این بعدم تو کوکونات سایه. بزنیم. آره بیا بریم تو آب یک خورده. نه تو سایه هم باشه اوکیه. من یه دونه چیز دارم خوردم. SPF هم خیلی پایینه، هم بالانس بودن همون میگه. گرمای بدنت SPF فکر آره کنم. آره درست. یه دونه کنسرو بخوری اوکی میشه، من ولی اومدم تو نمیخوام آب هدر خورده بدم. دارم خنک میشم. از تناب اینا میخوای؟ خیلی بدم میاد، همیشه من سمی میکنه. بذار بکشمش. خیلی میکننت بمیرم برات اینجا. آجی خیلی قوله، نمیشه اینجوری کشتش. بعد از اون چیز بزرگا میاد. چوب داری به من بدی؟ اوه شت. استیک. آره بیا. آره بس بیا. خب بذار من یه چند تا چیز درست کنم. اوه من میتونم الان بسازم. اوه نایس. فیبروس لیو ندارم 4 تا. یه دونه من دارم 3 تا کلا. دارم. بیا ایول. تکمیل خب شد. الان یه دونه میتونیم نایف بزرگ بسازیم فقط. من دارم واسه خودم. داری؟ آره همین الان ساختم. خب من یه دونه استیک میخوام. استیک چی نه میتونیم بسازی. خب اوکی شد. میتونیم الان بریم دیگه پایین، یعنی بریم داخل سلامتی آب. حاج تبر دست میتونیم شیر داخل نایف تبر. الو باکس. نمو رو پیدا کردم. آره. نمو داره میره. نه تو میتونیم بکشیمش فکر کنم. نمو خیلی کوچیکه. نه این فیش های معمولی هن. میتونی بکشی اینا هم برای غذامون نگه داریم. بیا اون سمیه رو فقط- پیدا کنیم بکشیم. خیلی بدم میادش. اوه دارم. بریم قایقه رو لوت کنیم الان من نیش زد منو یه مادر خرابی. همون گنده زهرماریه بودش. بریم یه قایقی ها، نظرت چیه؟ واسه من نرم. الاک پشت. لول اپ شدی یعنی؟ آره فیزیکالمون لول اپ شد. حاجی ماهی رو ببین پشمام. یه لحظه بیا. اومدم تو کشیه یه دقیقه وایسا کار دارم. حالا هیچی نیست. برش اوه. میدارم. یه چیزی برداشتم ولی الان میمیرم حسین. شت مردم. گیر کردی؟ اوه نه گیر که نکردم. چی پیدا باز منو نیست. من مردم فکر کنم. آره یه چیز خیلی خفن تو اون آبه حاجی، من نتونستم براش بریم شب و صبح کنیم. بیا من میارم صبر کن. مواظب باش وای خیلی کوسه. پایینه. آره بیبی با اف میتونیم. حاجی خیلی گایده شده بدنم. من اوکی هم بد نیستم. میرم تو. یه دونه یه غذا بزنم. اصلا میزنی از این همه در چی خوب. راه پله رفتی پایین تو کشتی. آره برو پایین فقط برو بالا نفس بگی سریع بر بری ها. خیلی پایین مستقیم که میری دست چپ بعدش. غروب داره میشه مواظب باش. شبا من راجع به این گیم خونده بودم میگن که شب که بشه امیر تتلو میاد. میگن که شب خوبه هر ما اما. من دارم مسخرش میکنم تو آهنگ میخونی.
خیلی محو همه جا. اوه تونستی پیداش کنی؟ گفته تب بزن. اون من چست تب رو زدم نیست ولی برا نتونستم خالیش کنم. کانتینره موتوره؟ نمیشه کاریش کرد. من فکر کنم بمیرم الان. نیست. نه به موقع اومدم اوکی. نه یاد دارم میبینم نه داریم حاجی سعی کن آتیش بذاریم الان. همین آتیش میخواستم چی میخواد اصلا ما هیچی نداریم چرا حاجی نشدیم ولی چون فایر خالی رو بذاریم فایر پیت نمیتونیم بذاریم لول 1 نشه. فایر تورچ چی؟ درد نمیخوره؟ نمیدونم. فایر تورچ الان ببینم چی دارم من 2 تا دونه چوب دارم 4 تا چوب میخواد. چرا فایر تورچ به دردمون میخوره. آره میگم بسازم 2 تا. من خودم میسازم فقط یه دونه استیک بهم بده. اوکی وایس دادم فایر تورچ چیگه نمیشه ساخت چرا؟ what the fuck یه دونه استیک بهم بده. انداختم فایر تورچ دیگه نمیتونم بسازم. خب من ساختم. چند تا میخواد فایر تورچ؟ خب الان بکنیم دکانم آتیش بگیره. آره بعد دقیقا بیا بخوابیم به نظرم تا صبح شد دیگه. صباح الخیر داداش. درختاشو خالی کنیم بریم از اینجا. به نظرم باید به فکر نهار شاممون باشیم. کنسرو داریم تو فعلا. کنسرو چیه بابا؟ بذارمشو روتیت میتونم بکنم. همین بغلش اوکی. بده. آخه یه مسئله هست مگه نمیخوایم از اینجا بریم؟ باره خب پس بذار نذارمش چون نمیشه نداره بذار الان که نذار الان شبه. صبح چی الان روزه ببخشید. بریم پس بیا بریم پس. الان ما میتونیم اینا رو بزنیم. آها منم من لول اپ شدم. تو میتونی بشی لاتیو بلد؟ دوست عزیز مردی؟ نه خب من میگم که بیا یه کاری کنیم. چی؟ گفتی که باید ببینم تا چم تا کف کنه. خب میتونم آتیش بسازم. میتونم چوبامو دسته بندی آتش کنم. نشانی. بله آتیش گرفت. 2 بار میگه بله بله. آتش نشانی بله آتیش گرفتم. آخ اوه فهمیدی؟ خب اینو بزنیم این چی میشه؟ بزنیم چی؟ بیا آب میخوایم الان. چی اینو دقیقا بزنیم؟ بزنیم چی میشه؟ اینو بکنیمش. آها همه وسایلشو داد. گفتم که میده بابا. تمامشو من دیگه نمیده. اینه چیه؟ رفت تو زمین. بردار. تنابشو فقط تونستم بردارم. همون تناب مهمه. بریم. من یه دونه استیک خیلی خوشمزه دارم فقط باید کبابش کنیم. ماهیه یعنی ببینم. ببین یه ماهی خیلی قولپیکر رو کشتم ازش یه چند تیکه گوشت کمه چیکار کنم؟ من آب میخوام حقیقت. آها بانداژ دارم ولی یوز بانداژ. آها زدم بانداژ تو کشتی. ببریم آلتن آلتن داکوش دیدمش خواستم هم بزنمش. یه دونه فیش. او بیا این فیش گنده نگاه کن. آها که کوسه است. نه اینها زیر پاد که واسه چیو میگی؟ این لاک پشته داداش. بابا اینها جلوشم زدم مرد. الان بیا بالای آب ببین میبینیش. وای کوسه. اینا الان میتونی بزنی اسکین کنی. آره داره با نایف میبرم. رفقا بابت قطع ویدیو معذرت میخوام. اینترنت ما
یاری نکرد دیسی شد متاسفانه. بعد مجبور شدم ویدیو رو قطعش کنم دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید. چنل رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. پارت دوم همین ویدیو رو براتون میذارم. پیس اوت.